چرا دکتران روانشناس همیشه میگوید بخندید؟ فواید خنده کردن چی است؟ روحی 1398. خنده فشار خون را کم می کند. باعث طولانی شدن عمر می شود. سن افراد را کمتر نشان می دهد. تعادل هورمونی ایجاد می کند. خنده باعث افزایش هورمون کورتیزول شده ایمنی بدن را در برابر بیماری ها زیاد می کند. خنده هورمون سروتونین را افزایش داده و باعث احساس سرخوشی در انسان ها می شود. تعداد ضربان قلب را منظم می کند. باعث شفاف شدن پوست صورت می گردد. قدرت یادگیری را افزایش می دهد. از بیماری زخم معده جلوگیری می کند. خنده در پیشگیری از سکته قلبی و سکته مغزی بسیار مؤثر است. خنده چروک صورت را از بین می برد. باعث افزایش اندروفین مغز می شود و باعث احساس سرخوشی و شادی در بدن می گردد. خنده باعث رفع خستگی می شود. بهترین دارو برای درمان افسردگی هست. خنده نوع تخلیه روانی بوده و تشوشات و احساسات سرکوب شده را رها می کند. پس همیشه بخندید. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.